دلم تنگ از خدا کجا بشینم، سر سنگ و لب دریا بشینم، سر سنگ و لب دریای کابل جان، سر سنگ و لالشتنی جانجور لال خیریته. شکر آقا. چه کار لالا؟ ایت به هم ریگ به هم شور پریشون خسته مونده حال خونم حال خون لالا. لالا از تو یک چیزی پرسان کنم به ما حقیقت خور بگو. خیلی با پشت نانه دیخ شدم. نانه اشتنه خوب لالا. بابا نانی بیچاره ما شب خوش شب نمیدونه روز خود روز عشق چشمای امیت روز و شب جریه گیره میکنه نورالله. ای لالا نانه شب هم گیره میکنه روز هم گیره میکنه نونو او هم دانه بفتاده نورالله دانه نمیفته. میگه ای بچه ما چه کار بشود چری ایت شد چری ایت بدبخت شد. نانه در دمان شد لالا، نانه غمباد شد لالا. گیره نکنین لالا که من گیره بگیره چود نمیکنه خیلی لالا. نگوری جیگر با بره بابا از من چی بگه لالا؟ لالا گیره نگوری. بخوره بابا برو کم بزنه بگوشه من رو بگه باز میره لالا. بگم لالا بس سلام رفتی به نانه سلام بگو. بگو نورالله رو بدیدم. بگو تیارا خوشحال بود. بگو به خاطر نورالله دیگه گریه نکنه کسی بیشتر. بیا از اون نانه هم ناجوره. لالا گیره نکنی که جیگر بخونه لالا یلا کنیم رده دیگه پرسه کنیم. من نمیتونم میرم پیش بابا سرزمینم پیش بزرگ میرم پیش اینا برای اینا میگم باکم اومد به خدای گیره فرشونی بکنم بود بابا شما رو ببخشم. شما میتونم برات میبیایی کدی بابا دیگه من میفهمم مرد دیگه قبول نمیده نداره و قبول نمیکنه. بابا مر آخ هرچی نباشید شما بچه نایین بابا مر آخ کرد مندیل خوب زمین زد گفت خیر نبینی بابا دیگه نی تور ببینم نی امروز بعد دیگه به چهار طرف من نیایی. خیر لالا من میرم خود بابا گپ میزنه شما ممکن بیای. حالا میگی بابا به حرف ازی برار خوردم خاکر من برم به پیشی اونجا با نسو قربان دستای من قبول خاکر ولی فکر نکنم بیار میت سنگ دلی هست که من چند وقت میشه خونه بیرون کرده. حالا من راه میده به خونه بازم پناه به خدا میرم. به خاطر اون مادر پیر ظالمه که ناجوره به خاطر اون میرم سر باشه. تکتو من بزی گفتم زودی بیایی که من به جای کار دارم برم یا من همیشه نهار کرد نماد بگه خود چه کار کنم من اشتا کنم گپ من هیچ کدام گوش نمی کنم هیچ کدام 2 ساعت میشن همیشه ششته. سلام بابا اشتا شد بیامدی چه کار کنم بابا 2 ساعت میشه به تو نگفتم زودی بیایی که من کار دارم مدار برم به جای آنه بابا بیا مادون دیگه چیکار هم گپی که به شما میگم همون بحث کنیم دیگه مر یسی نکنیم مر کفری نکنیم. یک نفر ازم چه خاکه به سرخو کنم به تو میگم ای تو 2 ساعت 3 ساعت میشه به تو گفتم بابا زودی بیای الان من از کار خم بموندم. بابا بابا سعی کنیم پیاره خوب گردم راده دیگه پاریله کنیم ای رنجه کنه و ما و شما ای کارا ما و شما هم هسته. یک گپ من میگم بابا جیگر نمر به زمین نندازیم ما بچه خورده شما نو گپک مر قبول کنیم بابا. انده میبینیم دست می کارا ما و شما مادر ما در دمان شده به خونه بفتاده ناجور شده قنباد شده پریشون شده. شما از سر می لج خود تایویم از می زد کردن خود تایویم امیگی
امین نورالله برار من ببخشین بابا، به خدا او را مالی بدی دنیای با آی دل اموق در گیره نکردم، دل سنگ بری نورالله او میشه. علخون و ملخون پریشون بابا مادر من اونجی با آی دل بچه خود گیره میکنه. از شب روزی که او شما آخ کردین که بدر شده خونه زندگی ما گردن بن اگه ما خونواده دم به خوشی زده باشه. میشه که به تو چی میگم؟ یعنی همی هست که تو به چی خود منی طور خل مایم بفهمیدی؟ ما گپاتو تحمل کردم. اگر نه تو هم همی تو بزرد سپاخو کردی بزردی که مگر یک مادر تو به تو شولده. کارهایی که نورالله به سر مکرده، اجرایی که نورالله برزاده، گپ هر چی بری گفتم خاصه که بری او کشیدی. میگم ما اوریستا ببخش، اوریستا به دهن تو میه که بابا اور ببخش. بابا زد نکنیم پیارم، آخه او بچه شمانه، او اولاد شمانه، او رو شما خود کلون کردی. اون نوالی بوده شما بشوندیم، حال بعد که از اون نوال شما استفاده کنی، حاصلی بگیری، میوه ازی بخوری، او شما اشتها خود خوب دور میکنی، او شما خود خوب کندی. آخه روزگار از اون خراب میشه، روزگار ما خراب میشه. شما به ما سی نمی کنیم، به دل مادر بیچاره می سی کنیم. میفهمی؟ او با مادر هم دل خوش نگاه نداشت و هرچی که مادر اون نصیحت کرد که نه جو برا خود راسته برو پیار خود اجر عذاب نده مرا اجر، هیچی یک کلمه بحث نکرد. اگر او آدمی بودی بابا خوب آن تو همه همسایا چادی بره بدیدی میشناسی، از او خودترا صاحب زن خونه شد، از او آلونا هر کدوم دو تا سه تا بچه دارم. چری به می حالت بموندی؟ چری میری بیرو کردی؟ گفتم نماز خود بخون نخون، گفتم 5 وقت به مسجد بیا نماز، گفتم برو یک کار بکن نکرد، حتی مایز که مر بزنه. خود من میفهمم و دل من میفهمم که خدا خبر داره از دل من که من دیگر مادر سازی بچه پخته. بابا خیره، بابا غم نداره، بابا گذشته سلوا آینده ریتیار ازی به بعد نورالله بخیر بابا بخیر پیشمه بابا بخیر بابا من بابا میگم بابا جلوی من نیا برو با بخیر از اینجا بابا خاطر من بابا بگم وقتی که من سر دلم و داره تو ندانم روزی که به تو مایستی که بچه مشی تو بچه من نشدی. میگم برو که من کاری نکن که وقتم بکلی تو بزنیم بابا هر چقدر داریم برو دیگه برو سر خود میکنم بابا برو پاسه را جلو من خیر باش حمیده با من ببخشیم بابا دیگه نمیکنم پاسه رو دیگه از این بیشتر اصاب من خود نکن برو دیگه آره بابا دستاشو برو میگم من دستن تو اگر آدم میشدی بعد پیار میگدی روزگار تو بزیر روزه میرسی. خیلی به تو گفتم خیلی به تو گفتم ایش کردم تو نفهمیدی، زری کردم تو نفهمیدی، پول به دست پا تو ریختم نفهمیدی. به هیچ رقم برو دیگه برو دیگه این گریات حال به درد من نمیخوره. برو وقتی پیش من برو نه دیگه راه نداره بابا مار ببخشید نه هیچی راه نداره. برو بابا دیگه اشتباه نمیکنم برو حمیده برو دیگه از این بیشتر اصاب من خود نکن وقت خاطر شما برین خیره بابا برین دیگه اصاب به من نمانده دست تو هیچی لالا خیره شما برین هیچی دیگه اصاب نماند به من هیچی بیا اینجی همیجی بشی زنیه که بچی واسه تو صدا کردم نه بابا دیگه طور به چادوبر خود دیگه نبینم بفهمیدی حتی چه حرکت میکنی میری دیگه به چادوبر من نیایی. برو دیگه برو بابا ایتا نگه تو میامدی گفتی لالا میمیرم خودی بابا کم میزنم شما بریم ما کار خواه کردم یه بلای به ساق و خواه وردم خود تو کردی من نکردم. برو بابا یا نورالله ببخشین یا من میرم بابا برادی کی ببخشی؟ یا ببخشین 5 روز به خونه و سرا و زندگی رو دی
یا گردنم بند باشه من براده میرون دیگه من بمشو خونه و سرا و زندگی نمیام. همین کارهایی که نورالله کرد تو البته نبودی ندیدی. بدیدم بابا خیره میگه خورتکال بخشیدن اکلونا بخشیدن ولی هر کاری به نورالله بکرد گذشتار سرواد آینده ریتیا دیگه نمیکنه خلاص فلان. اگه به حرف من میکنی که من بچه شما نورالله برای من پس به خونه و سرا و سر خونه و زندگی و رادین که نمیکنی من اکثر براده میرم. شما میدونیم زندگی برو کم برو. از او چی خریدم که از تو ببینم. سلام علیکم کاکا. و علیکم سلام. زنده نباشین. یار هستی بخیری؟ شکر زنده باشین. چیکاره کجا کاکا میری؟ مستون بیام سرا شما. خیریته؟ خیریته کاکا. علیمی جنجال می پیار و می برار می نورالله که خبر داریم که پیار می بزد بدر کرد آخ کرد مندیل خبر عده به زمین زد. این نورالله برار معلخون مدر می اونجی پریشون سرگردون. امرو همیت بیامده به پیش پیار می ارزوزری و التماس و غیره پیار من نمیبخشه. بیاین کاکا برین خدی همی پیار من شما گپ زنین که ما برار خود دادینیم بکن به حرف شما بکنه همی برار من نورالله ببخشه همی معامله معلق فاصل شه. که جی ما برارزاده خور بگردم میگه پا تو را هم میفهم. یک مطال داره میگه به زی بر رو خواهم بزینی درد میکنه به زی بر رو خواهم بزینی درد میکنه. نورالله برارزاده منه پیارتم برار می چیزی نورالله ملامته که دل پیار خور برنجونده چیزی هم پیار تو ملامته که کینه به دله. بفهمیدی؟ برار می خدا نکنه که گپی بشنوه یک آزار اذیت از طرف بچه یا برار یا مثلا خسور بوره یا عمه یا ماما یا هر کی از این قوم خیش یک دل آزردگی ببینه خلاصه دیگه. که من 10 دفعه هم بیام که جو بگم به برار خو فایده نداره. این گپا رو همه من میفهم شما میفهمید میگه چیزی که عیانه چی حاجت به بیانه. حالا کم میگه خورت کال خشیدن اکرونا بخشیدن. حالا شما بیاییم همی جلو رویر بکنی همی بیانیم پیش پیار ما بگیم همی بچه خو به خاطر ما برار ببخش ما برار خوردتونم بکن برو شما کاکا ببخشه نکنین دیگه بیخی برار معلخون شده پریشون و سرگردون شده. با خدا مر بدیدم مقدر گیره نکرد که دل سنگا بریده میگفتی اول فکرها خور میکردی چند دفعه میکاکا با تو گفت آله هر چی بوده تیر شده هر چی بوده بد دشته. که جی سکو من به تو چی میگم تو آدم گپ فهمی حالا کم آنه من به خاطر تو به خاطر ازی که میگه نورالله مثلا پشیمون شده و گریه کرده من این کار میکنم میایم مونتا ایمشو خفتن خسور و خشوم اینا هم به سرا مانم خفتن که شو که نون خوردیم خفتن به چای خورده میایم به سرا شما خسور خشو خور همه برمیدارم میارم ما میایم من اینجا کلمه ما بگم کلمه خشوم کلمه خسور با پیارت و خسور من خل ماه خودی و گاب میزنیم بعد کور یک طریقی بشه که حداقل ازم سر قر بیاریم پین بیاره. تو هیچ چی نگو به پیار خو که برار تو میایه کاکام میایه به مادر خو میگی بگو به پیار خود چیزی نگو بفهمیدی؟ من شو چیش براشمان چیش برا فقط یک بیتور مو چای تیار کنه من خود خسور خود خوشو خو اینا میایم برو به خیر بشی کاکا جو خدا حافظ برو